این خواسته و این دعا از ته دل باشه، چون دعایی که از قلب غافل و از اون کسی که دلش غافله قابل قبول نیست. دعا انسان میکنه به زبان میگه اما دلش غافله. نه، خواسته دل به زبان بیار، خواسته دلت و باطنت و درونت رو بر زبان بیار، نه اینکه فقط زبان بگه التماس بکنه ولی دل غافل است. اینه که خیلی از دعاها نتیجه نمیده، که ما متاسفانه عادت کردیم. در خیلی از موارد اگر کسی دعا کرد آمین میگیم و اگر کسی دعا نکرد خودمون هم دعا نمی کنیم. یکی از موارد مهمش نمازهای 5 وقته که بعضی هم اگر یه وقتی امام بلند شد دعا نکرد ناراحت هم میشن که دعا نخوند. مگر وظیفه امامه که دعا بخونه؟ اگر امام دعا نکرد ما دیگه دعا نمی کنیم؟ نگاه کنید، یک نکته جالبی شاید بارها شنیدید ولی اگر خوب بهش دقت بکنید، ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها وقتی به پیغمبر علیه السلام گفتن که اگر من احساس کردم و فکر کردم که شب قدر چه بگم، مگر نمیتونست ام المؤمنین به پیغمبر بگه علیه السلام بیا در این شبها دعا بکن من آمین بگم؟ مگر نه پیغمبر علیه السلام مستجاب الدعوته؟ چرا نخواست؟ چون بحث اینه که درسته ممکنه یه نفر دعا بکنه ولی اصل اینه که خود انسان، اون آه و سوزی که انسان داره، اون دردی که انسان داره دیگران ندارن. این که فقط بگیم آمین آمین، بحث این نیست که من بخوام بگم حالا فتنه ایجاد بکنم که دیگه از این بعد این کار نکنید اون کار بکنید. بحث چیز دیگه هست. بحث اینه که انسان در هر شرایطی، بعد از نماز باشه، تو نماز باشه، در دل شب باشه، تو اوقات استجابت دعوت باشیم و دعا باشیم، بایستی خودمون تلاش بکنیم از ته دل، نه با غفلت، نه اینکه خودمون عادت بدیم. طرف پشت سر امام نشسته، امام داره دعا میکنه همینطوری آمین آمین، متوجه هم نیست که چه داره میگه امام. ولی اگر خودت 2 کلمه دعا بکنید بعد از نماز، اونم حتی به زبان خودت اگر به زبان عربی بلد نیستید ولی از ته دل میدونید با خدا چه دارید میگید، ارزشش به مراتب بهتر از اون دعایی که 1 ساعت امام پشت سر نماز بکنه. قطعا بهتره اون چند تا کلمه خودت، چون میدونید چه دارید میگید، چه از خدا میطلبید. خودمون عادت ندیم به این گونه مسائلی که بعد اون همه هم براش دیگه پافشاری بکنیم، اصرار بکنیم. خودمون بیان. لذا بهترین جا برای دعا سجده هست. امام تو سجده دعا میکنه تو آمین میگید یا خودت؟ بهترین جا برای دعا سجده هست. خود انسان خلوتها، نهانها، مناجاتها و راز و نیازهایی که در نهان باشد خیلی ارزش اون بهتره که در آشکارا و علانیت باشد. پس اینه که دعا، اونم دعای حقیقی و صحیح و درست که از ته دل با آه و سوز، با نگرانی، با دغدغه، با ترس، با هراس و از اون طرف با امیدی که پروردگار بپذیرد. اما مجرد دعایی که فقط ادعا باشد این ارزش نداره. دعایی که فقط ادعا باشه ولی دعایی که از ته دل طرف تصمیم گرفته، دغدغه دارد، نگران است، ممکنه با گریه باشه، با اشک باشه، همچه دعایی داشته باشیم که خدایا به من توفیق بده که بعد از رمضان هم راه ادامه بدیم، حسن خاتمه بده، استقامت بده. یکی از دعاهای فراوانی که پیغمبر داشتن علیه السلام و بسیار این دعا میکردن، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این دعا رو تأمل در معناش بکن. میتونید تو سجده نمازها، بعد از نمازها، در دل شب، هر وقت خواستید، اما با قلبی آگاه، سرشار از امید و ترس و آگاهی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وقتی میگید یا مقلب القلوب دیگه دل رو دادید به صاحب دل، اونی که مالکه. ای خدایی که گرداننده دلها هستید، دلها رو میتونید از یک حالت به حالت دیگه در یک لحظه تغییر بدید، در قبضه توست ای الله. وقتی اینو گفتید یعنی خدا رو شناختید. اینما کنا